بسم الله الرحمن الرحیم. درس قبلی ما تقریبا اپدیت کار کردیم، درست است؟ یک دیگه چیز مانده که شما گفتین سرچ، صحیح است؟ سرچ هم بوده میتونین دیگه ببینین همین 4 آپریشنز که هستن، 4 عملیه که هستن و نام کرد آپریشنز، کرییت، رید، اپدیت، دیلیت، این به هر شکل به هر دیزاین شما خواسته باشین اجرا کردن میتونین، درست است؟ شما یک دیگه چیز بسازین برای این اینستیتوت بسازین، درست است؟ معلومات بگیرین بسازین. همین آپریشن هاست دیگه، صرف دیزاین تغییر میشه خلاص. شاید تعداد تیبل ها تا بالا شود، درست؟ و این کورس جاوا وان است، این ادوانس نیست که شما یک پروژه را نورمالایزیشن دو اجرا کنین، دو شما جنرالایزیشن و دیتابیس دیزاین انالیسیس بخوانین، و جداست، صحیح است؟ هدف این کورس ما چی بود که تو ما را کانکت کنیم این 4 آپریشن ها را، 4 عملیات که اجرا میشن بالا دیتابیس، این را چطور اجرا کنیم خلاص. دیگه ای جاوا وان است، نه جاوا 2 است، نه کدام چیز است، پروژکت بیس است. و هدف ما اینمی بود دی اساسات جاوا ما کانکتیویتی را وجود بیاریم خلاص. خب بین اینجا ما چه میکنیم؟ سرچ میسازیم، درست؟ اول لیبل میگیرم، اینجا باید یک لیبل باشه، در کجا باشه؟ در اینجا باشه، در اینجا باشه، دلیتا اینجا باشه. یک لیبل است سرچ، صحیح است؟ این سرچ است. ما سرچ تو کنیم و طور مثال زم استاتس یا نیست اینجا درست است. اگر ما ببینیم اینجا اینمی معلومات، اگر ما ببینیم اگر یک نفر بهتان میگه این تمام معلومات، شما یک رکاد معلومات مشخص پیدا میکنین، باز چی میکنین؟ تمام معلومات آمده، شاید با اساس صنف باشه، با اساس فی باشه، با اساس اف نیم باشه، لیکن با اساس آی دی باید باشه که زیاد استفاده میشه. دلیتان با هر کدامش هم میتونین که اجرا کنین، هیچ مشکل نیست، درست؟ هیچ مشکلی نیست. حالا بریم ما برای سرچ باید کد کنیم، اینجا دیزاین کنیم. اول بین در اینجا در ریکارد دات جاوا در دیزاین بین اینمی سرچ لیبل ما اضافه کردیم. حالا باید چی باشه؟ یک تکست فیلد باشه، اینمی تکست فیلد ماست، درست؟ تکست فیلد ماست. لیکن میبینین وقتی که ما سرچ میکنم اول در اینجا یک چیز نوشته شوه، لیکن پیش از اینکه نوشته شوه نه این لیبل نباشه، باید یک چیز باشه، بتن باشه کار اجرا میکنه، درست است؟ یعنی بتن باید ما بسازیم. خب اینمی بتن ماست، ادیت تکست، اینمی اینجا سرچ است. همین وقتی که یک نفر میای و سرچ میکنه، اینی میره ما باز کنم یک دفعه رن فایل. این فکر کنین چی است؟ سرچ است. در اینجا میای یک آیدی را نوشته میکنه یا یک نام نوشته میکنه یا یک صنف نوشته میکنه و سرچ کلیک میکنه، درست است؟ آله صنف چطور گفته شو برش که اینمی که ما نوشته کردم این آیدی است یا یک نام است یا یک صنف است، کلاس است، چطور برش گفته شود؟ از کدام، با اساس کدام عنوان، کدام معلومات شما سرچ اجرا میکنید؟ باید اینجا یک لیست باشه، دراپ داون لیست باشه. باید در اونجا شاید با اساس آیدی ما سرچ کنیم، با اساس صنف سرچ کنیم، با اساس فی یا اف نیم یا کلاس سرچ کنیم. تمام عنوان باید اینجا در یک لیست باشن باید. خب بین اینجا به خاطر از ما یک دراپ داون لیست می سازیم، درست است؟ اینمی کامبو باکس هم میگیریم، درست است؟ اگر لیست هم میگیریم باز چی؟ لیست باز می باشه، معلوم میشه کلشان اوپن. که کامبو باکس که است چی میگه؟ A component that combines a button or editable what? Field and drop down list. drop down list هم میسازه. به اینجا drop down list باید باشه، این اینجا. صحیح است؟ اینمی آیتم های مختلف دارد اینجا. شما چی میکنین؟ رایت کلیک کنین، رایت کلیک و بیاین the properties یا شما در اینجا میتونین. خب میم در پراپرتیز میم بارز اینمی مدل میبینین، مدل اینمی رو ما انتخاب کنیم. در پراپرتیز آمدیم میگه برای ما آیتم 1 آیتم 2 آیتم 3 and 4. بجای ازی باید ما چی رو نشته کنیم؟ یک چیزی بدل خود ما اینمی رو نشته میکنم. نام عنوان تا چی بود؟ اینمی عنوان اضافه میکنم در اینمی جا، درست است؟ اینمی عنوان اضافه میکنم. اول چی است؟
آیدی است نه آیدی نیم اف نیم کلاس فی آیدی انتر نیم اف نیم کلاس فی ای با اساس عنوان ما در اینجا اضافه ای هر چیز بوده میتونه هیچ مشکلی نیست حروف بزرگ کوچک بوده میتونه درسته ای را اوکی میکنم ای را کلوز میکنم حالا بیاین یک دفعه اثر ای را باز میکنم the source right click and run file اینمی باز شد این ریکارد هستن این باید خالی باشه نه در اینجا یک نفر میگه با اساس نیم آیدی یا کلاس یا اف نیم یا فی اینا سرچ میکنم اگر آیدی را نشته میکنه آیدی را انتخاب یک آیدی را نشته کنه باید اگر نام است نیم است باید چی باشه یک نام باید باشه سرچ کنه باز اینو مو صرف ریکارد احمد باید نشان بده سیستا کدام خوبش میه آیدی چی خوبش میه صدا خواهی کنه انت خمون آیدی یا دو ارکوز دیمون باز اندیاری در فانتونه کسی دیکنه سازه آقای غاٹی ایتن تر څلور عدد تر 15 عدد پورې نیسی هغه څنګه راځي بالکل اینمی چیز است نه شاید اینمی آیدی تان یک دو سه نباشه دیگه چیز باشه رجستریشن نمبر باشه BAC 0015 ایتو باشه مشکل نیست همون فیلد شما در تیبل هم اضافه میکنید صحیح یک فیلد یک عنوان در تیبل دیتابیس شما اضافه میکنید با اساس همون معلومات او را کانکت میکنید همون معلومات سرچ میکنید هیچ مشکلی نیست طور مثال نیم که اگر سرچ بوده میتونه رجستریشن نمبر هم استرینگ است صحیح او هم استرینگ است هیچ مشکلی نیست نام دپارتمنت فاکلتی با هر چیز شما میتونید سرچ کنید در یک پانتون ما معلومات جدا و مختلف داریم در اینجا رجستریشن نمبر بوده میتونه هیچ مشکل نیست خود رجستریشن نمبر باید در اونجا باشه باید در تیبل درست هیچ مشکلی نیست در سرچ کدام تفاوت نمیاد صرف عنوان تغییر میشه خلاص لیکن ای ضرور نیستن که اینمیا که ما نشته کردیم آیدی نیم ای بالکل یکسان باشن با عنوانی که در تیبل هستن مهم نیست ای با خاطر ازیست که فهمیده شو ما با اساس چی سرچ میکنم ببین در اینجا که ما اینمی سفر را باز میکنم اگر ما پروسس از را ببینیم یک نفر میاد اینمی اینجا آیدی را نشته میکنه که 7 درست است سرچ میکنه چی میشه باید اول خو اینمی را ببینه که اینمی چی را انتخاب کردن شما امور را که انتخاب کردیم او را ذخیره کنه باز در کیوری در اینجا ما ایرا در یک ویریبل ذخیره میکنیم با اساس همون ویریبل که قیمت ما انتخاب کردیم با همون اساس باز چی میشه کیوری اکزیکیوت میشه سلکت میشه پس سر کانکشن ساخته میشه سلکت میشه لیکن در این بار سلکت تمام سلکت نمیشن با اساس اونمو آیدی یا نیم یا فاکلتی معلومات نشان میده براتون پس از سر سلکشن میکنیم لیکن این بار یک ریکارد مشخص است اور این هم سرچ است این هم سلکت است که تمام معلومات سرچ کردن باز میگم سرچ تمام معلومات سلکت کردن ایون دو که باز میشه چی میشه سلکت کیوری اکزیکیوت میشه تمام معلومات براتون میاره لیکن این بار که اینمی جمع یک آیدی یا نام نشته میکنم آیدی مشخص میباشه سرچ که کلیک میشه این بار سلکت شوه لیکن یک ریکارد خاص که آیدی 8 است نام و هر چیز بود مکمل ریکارد آیدی 8 این که میکشه براتون نشان میده با چی معنی کانکشن به وجود میاره در اینجا سلکت کیوری اکزیکیوت میشه پس سر تیبل ریفرش میشه ملتی دایمنشنال اری ساخته میشه همون بار اول که شما کردین کودا که یادتان است ملتی دایمنشنال اری ساخته بودین نسل لوپ ها را استفاده کرده بودین باز تیبل ساخته بودین برای تیبل دو چیزا را اساین کرده بودین نام عنوان و معلومات تا اینمی روها این خصوص دیگه مشکل میانی اگر ایده مشکل میاد کدام جای مشکل ای خو کاتگوریش کس کار نداره من تو مشکل باز پیدا میشه مشکل چی باشه این خو جور کردنی اساس یک روز میشه که آیدی را سرچ میکنه اونجا سرچ نمیکنه او خود کس خود چی در بکین کار نمیکنه چرا مشکل باز به وجود میاد ببین اگر شما آیدی را انتخاب کردین آیدی را نشته میکنین سرچ میکنین سرچ نمیشه چرا نمیشه خب در اینجا چند مشکلات هستن مشکلات شاید زیاد باشن شاید نمی آیدی نباشه در اونجا شاید در کانکشن مشکل باشه شاید در کیوری مشکل باشه زیاد مشکلات هستن نمی که ما تا حال پروگرام میکردیم با چندین مشکل روبرو شدیم ما در کیوری هم مشکل می آمد دین روز دیدین یک کامه اضافه بود اپدیت کار نمیکرد
شاید مشکل زیاد باشه، لیکن شما باید توانایی از این را داشته باشین که مشکل پیدا کنید. این تو نیست که مشکل نمیه، هر کس روبرو میشه با مشکل، هیچ امکان نداره که روبرو نشه به این حالت. استاد موږ ته ضرورت لري چې نیم فی کلاس مو اضافه کړی، مثلا ای کفایت نه کوي؟ کفایت کوي، صحیح خبره ده، خو بعضې وخت یو کس وایي چې زه آی ډي هیره شوه، مثال درته وایي چې زه فی لرم، دومره فی لرم، یا دا ښه نه ده، رښتیا هم ښه نه ده، صحیح ده؟ آفرین، دا مشکل بیا هم ته پیدا کولی چې بیا به هغه ته د پلان نوم دې څه ده، سمستر دې څه ده که نه، وخت نیسي، لیکن بیا هم ته ښه ده، الټرنیټ بدیل باید ته ولرې په هر څه کې. که رجسټریشن نمبر چې وي بیا خو مشکل حل ده. اوس آی ډي یونیک ده، موږ د آی ډي په اساس کوو، مشکل نشته. هغه به ستا د ډیټابیس ته ډیزاین انالیسس دې څنګه کړی دلته، دا مهم ده. صحیح است؟ صرف ببینید در فرانت اند مشکل نیست که شما با اساس آی دی میکنین نمیکنین، برای یک خوب دیتابیس انالیسیس و دیزاین میکنین. شما دیزاین انالیسیس با چی معنی؟ یک دیتابیس هم میسازین بسیار خوب باشه، آسان باشه، ریکاردات دوپلیکیت نبیه، مشکل پیدا نشه. برای او باید یک خوب فرانت اند ساخته می. فرانت اند آسان است، بس تغییر میشه. آیا با اساس آی دی است، درست؟ بیان که برای او کد کنیم. بار اول چی است؟ این میاره ما باید ذخیره کنیم. اینمی قیمتی که من نشته میکنم این باید چی شوه؟ ذخیره شوه. یک از تکست باکس قیمت باید ذخیره کنیم یک وریبل، و دیگه هم اینمی آی دی را که انتخاب میکنیم این هم باید ذخیره شوه. یک وریبل باید چی شوه؟ ذخیره شوه. یک نام برش میتم. صحیح است؟ اینمی را استرینگ ذخیره میکنم، اینمی را و اینمی کالم ها رو که من انتخاب میکنم ایرم در کالم ذخیره میکنم. صحیح است؟ یک در پروگرام شروع شد باید آسان میشه. بین اینمیجا در سورس میم. خب ایونت در کجا بسازیم؟ وقتی که بالای سرچ کلیک شد ایونت شد. اول وریبل ها رو میگیرم، string. صحیح است؟ فکر کنید اینجا چی هستم؟ ما یک شاید داشته باشیم سرچ. در سرچ هم از تکست باکس قیمت هم میگیریم. مساوی با چی باشه؟ تکست فیلد است نه؟ نام تکست فیلد ما شاید تغییر ندادیم نه؟ جه تکست فیلد یک همون تو بود؟ جه تکست فیلد یک است نه؟ امیر ما میتونم کاپی کنم، میتونم مستقیم خود دانم نوشته کنم، مشکل نیست. پیست. خب میبود که نام ها را تغییر میدادیم. خب داد چی کنم؟ گت تکست است نه؟ تکست را گت کنم در سرچ ذخیره شد. دست به شکل استرینگ است. سرچ نام وریبل است. با استرینگ را میگیریم. اینجا ما کالم ها را میگیریم. کدام کالم ها؟ کالم is equal to آله ببینید. اونمو کالم ها که آی دی نیم بودن او در چی ذخیره شدن؟ در یک آیتم، در کامبو باکس. نام کامبو باکس ما چیستا؟ چینج وریبل نیم اینمیستا. جی کامبو باکس یک. جی کامبو باکس یک. اینا ما نامگذاری میکنیم آیتمز. آیتمز. آلی آسان میشه. این نمیره پیدا میکنم این نمود. صحیح است؟ البته میگم آیتمز. آلی آیتمز کدام استرینگ است؟ نخیر. یک دراپ داون لیست است که انتخاب میشه. صحیح است؟ آلی بدس بیار آیتم انتخاب شده چطور میگه؟ get انتخاب شده رو چی میگه؟ selected get selected item فانکشن است. بسیار آسان است. وش میگم items dot get selected میگه ببینید index items get selected objects ما میگم item. این به شکل آبجکت است. چرا؟ یک قیمت نیست، به شکل آبجکت است. درسته؟ این میره سمیکالن. خب آلی که چی است؟ این خب آیتم است نه؟ این را باید چی تغییر داده شود؟ string. چی میگه در بالا بخوانین؟ میگه incompatible types object cannot be converted to string. میگه شما در string ذخیره میکنین نمیره و این string نیست، این آبجکت است. این را باید چی تغییر شود؟ dot to string. That's it. string تغییر میده.
خب این هم شد. آله اینمی ایتم ها که هستند این را ما ذخیره کردیم و اینمی قیمتی که ما در سرچ باکس در تکست فیلد یا تکست باکس نوشته میکنیم او را هم ذخیره کردیم. صحیح؟ آله اینجا یک دیگه چیزم میگیرم به نام string. فکر کنید فیلدز این چی کار اجرا میکنن؟ فیلال این خالی است، نل است. در فیلد باید چی ذخیره شود؟ ببینید وقتی که ما اینمی که ایتم انتخاب کردم، فکر کنید آیدی را انتخاب کردم و آیدی را نوشته کردم. صحیح؟ نمیگه آله چک کو اگر ما در کالمز آیدی ایتم انتخاب کردیم، اگر ما در کالمز آیدی ایتم انتخاب کردیم باز چی شود باید؟ باز در فیلدز امو آیدی عنوان تیبل دیتابیس باید ذخیره شود. آیدی است، نیم است، کلاس است، فادر نیم است، فی است، او باید ذخیره شود. اگه دا به اشاره که کنه چه پر ټیبل کې شي دي تاسو سره این دلته دیتابیسز آل برتان نشان میده. اینو شما باید انتخاب کنید. صحیح؟ یو سکول ام آی اس ریکاردز بود نه فرام ریکاردز یه ریکارد بود from records. اینمی ها رو باید اشاره کنین، این را بگیرین با دست بیارین اینمی ها را. صحیح؟ آله بین امی ها را با دست میارم. کدام وقت با دست بیارم؟ اگر ما اینجا آیدی انتخاب کردم در فیلد امو آیدی باید انتخاب شد، ذخیره شد. وقتی که ما در آیتمز چی را ذخیره میکنم؟ فکر کنید اینمی اینجا است. اگر ما اینمی اینجا در این صفحه اگر آیدی انتخاب شده تو دا ویریبل فیلد چی را ذخیره کو؟ اینمی نام ذخیره کو. اگر ما دا اونجا چی را انتخاب کردیم؟ نیم انتخاب کردیم. باز چی کو؟ باز دا فیلدز کالم نیم ذخیره کو. اینمی نیم خود نام ذخیره کو. اگر دا اونجا اف نیم انتخاب است دا سرچ باز اف نیم ذخیره کو دا فیلدز. اگر دا آیتمز یعنی دا کالمز اگر کلاس انتخاب است با د فیلدز کلاس ذخیره کو. اگر د کالمز یعنی آیتمز اگر فی انتخاب است باز چه کو د فیلدز فی سے انتخاب کو، فی را ذخیره کو. اینو تو ورش میگم بین د نمیجه آل این است. بین یک کندیشن اپلای کنیم در اینجا. خب معلوم نیست ما چی را انتخاب میکنم. آل ورش میگم اف کالمز چی هستن؟ امو آیتم ها هستن آیدی نیم که ما اضافه کردم در دراپ داون لیست. اگر کالمز چطور برش گفته میشه که مساوی باشه با آیدی؟ چطور ایکوال؟ اینمی ایکوال؟ آفرین. کالمز دات ایکوالز کدام؟ دبل کوتیشن آیدی. ببینید آیدی رو شما با حرف چی نوشته کردین در کالمز که ذخیره میشه در آیتمز؟ با حرف بزرگ است. با همون شکل شما میگین نبود. حرف اول بزرگ است. صحیح است؟ در آیدی کلشان بزرگ هستند. اگر در کالمز چی موجود بود؟ آیدی بود. باز چه کو؟ باز در فیلد ما براتون گفتم باز در فیلدز ذخیره کو. چرا؟ دبل کوتیشن نام عنوان در تیبل چی بود؟ آیدی کوچک بود نه و حرف کوچک آیدی را ذخیره کو. ما زیاد شرط داریم. چی را استفاده میکنیم؟ بیشتر از یک شرط که داشتیم. اگر یا اون زیاد شرطونه نورم لروسو استعمال کنیم. else بیا else نه استفاده کو. باید مراقب دا پرکتیکلی تاسو وګورئ. بیشتر از یک شرط داریم. شاید آیدی انتخاب نشه، شاید نیم انتخاب شود در دراپ داون لیست. باز در فیلد نیم انتخاب کو. اینمی نیم انتخاب کو. صحیح است؟ څوک په پوه نشو؟ ګوره موږ سرچ کې قیمت لیکو اخو پرېږدي اخو معلوم نه شي دا. اول موږ آیټمز کې یو عنوان انتخابو. زما لیکل شوی عنوان زه انتخاب. آیټمز هغه ډراپ ډاون لیست ده. دا آیټمز دي ښه چې کالمز کې ذخیره کیږي. اینمی د کالمز چی ذخیره میشن؟ آیتم انتخاب شده. اگر اینجا ما آیدی را انتخاب کردم
باز در فیلد که خالی است اگر در کالمز یعنی در انتخاب شده آیتم انتخاب شده اگر در کالمز یعنی دات ایکول تو آیدی انتخاب است در فیلدز آیدی اونمو تیبل انتخاب کن نام اینمی رو انتخاب کن این را ذخیره کن فهمیده شد؟ کالم اساس ولا الس استرینگ فیلد نال ولا چه کوم ځای دا یو دا خو ځکه زه کې فلال شي نه ذخیره کوم کله ذخیره کوم یعنی ګوره کله چې دی معلوم شو چې ذخیره کیږي آفرین ګوره کله دغه آی ډي خپل د آی ډي حروف چې دي کنه دا زه کله په فیلډ کې ذخیره کوم چې کله په کالمز کې یعنی آیټم کې زه آی ډي انتخاب کوم هغه نه بعد هغه د ټیبل آی ډي په د فیلډز کې ذخیره شي ځکه ما نه لاخسته که زه د پاس یو قیمت ورکم نه همغه یو قیمت کیږي خو زه ته قیمت ورکوم د شرط په اساس حالا ببینید اف الز بازو بیان شرط زیاد هستند این من جمعیم میگم اگر شاید در کالمز آیدی انتخاب نشده باشه در آیتمز ببینید آیتمز یا کالمز یک گپ است خود اینمی آیتم ها که هستند چې در کجا ذخیره میشن در کالمز ذخیره میشن کالمز دات ایکوالز تو باید چی باشه اگر اینمی نیم باشه اینمی نیم ان بزرگ است اما تو اف نیم کلاس اما تو فیلد نیم باشه باز چه کو د فیلدز ذخیره کو چرا نیمی که د تیبل است فهمیده شد باز زومین پایین چی میگه د فیلد آی اس نه بازو الز اف بازو بادی بین داخل زبرش میگم شاید نام انتخاب نشده باشه اگر ایکولز بود بچه دبل کوتیشن با اف نیم امو ترس نه اف نیم باز در فیلد چی را ذخیره کن دبل کوتیشن اف نیمی که در تیبل است اینه بود معلوم نیست چی انتخاب شد هر چیزی که انتخاب شد با امو اساس در فیلد امو عنوان تیبل ذخیره میشه حالا بیان الزم درست است اینم اینجا میاریم برش میگم اگر کالمز دات ایکولز تو دبل کوتیشن چی باشه کلاس باشه باز د فیلد باید ذخیره شود دبل کوتیشن چی کلاس باید ذخیره شود خب امکان داره هم نباشه الزف اینم اینجا میم سیست میتونین شاید چیز انتخاب نشده باشه یک دیگر چیز باشه پسان باز اضافه شده باشه دیتابیس هیچ نباشه دراپ داون لیست باشه تیبل نباشه صحیح است اینجا باز هر چیز نکته شما ضرور نیست که با اون شکل کار کنید شاید تغییرات بیارید از سویچ هم شاید استفاده شود لیکن شاید مشکل داشته باشه کمی با کدام مشکل شاید روبرو شویم کالمز دات ایکوالز تو کار بسیار آسان میکنه اگر نه باز چی کن اگر فی انتخاب شده باز در فیلد ذخیره کن دبل کوتیشن فیر ای خود ذخیره شده علم مهم نیست در اونجا کدامی تو چیزا نداریم این در علم میتونستیم در ستریکت نداره که میشه استعماله خب آل چی شود ای خود انتخاب شد آل با دیتابیس مراجعه میکنیم با دیتابیس باید کنکتیویتی را با وجود بیاریم صحیح است؟ چطور میشد؟ try catch حالا چرا میسازین نه کانکشن به وجود میارین چرا دیتا از کجا باید سلکت میکنه کیوری ها باید باشن exception ex g option pen dot show message حالا صحیح فکر کنین اینجا خب try میں اول کنکشن ها به وجود میاریم چی بود کلاس فار نیم دبل کوتیشن JDBC بود .com بود .JDBC .driver ایرا مستقیم انسنشیت میکنیم درست بازو کنکشن کان is equal to driver manager دا خب بیخی فس شوی هست اما تو بود چی را نشته کنیم colon MySQL colon local host slash school MIS
دبل کوتیشن روت آخرم سمی کار. این کانکشن پیشتر همون فایل چند دفعه ما استفاده کردیم ایمپورت شده. باز statement st statement is equal to con dot create statement. باز چرا باید اسم میاریم؟ select است result set است. st dot execute یا execute query باشه، execute query باشه تا که چرا که select است. این هم اینجا query است دیگه، کلی چیز در کیوری است خلاص دیگه، همون چیزهای تکراری است. حالی که ما میگم انتخاب کن، سلکت کن، استارک تمام ریکارد ها همون طور است؟ نه تمام ریکارد ها نه. حالی صحیح است؟ یک نفر یک ایدی است، خب مکمل ریکارد یک نفر نه. کدام عنوان بودن؟ نیم کاما باید ازو اف نیم کاما کلاس کاما فی نیم اف نیم کلاس فی را انتخاب کو از کی را؟ ویر چی باشه؟ معلوم است که آیدی نیم یا چی انتخاب میشه؟ معلوم نیست. افرین فیلز هم میگیریم، فیلز هم میگیریم. اینجا باید چی گرفته شما؟ فیلز. حالا فیلز که چی است؟ کانکتینیت میشه نه؟ خب اینجا باید فیلز بیه. حالا فیل که یک چی بود؟ وریبل است نه؟ وریبل باید کانکتینیت کنیم. چی شو باید؟ کانکتینیت شو. بیاین اینجا کانکتینیت میکنم فیلز. درست است؟ حالا فیلز خونوان است. در اینجا حالا چه کنیم؟ خواه یک کیوری است، بخاطر پترن استفاده میشه، شکل یک پترن لایک میگه او را سیستا او را حال ما استفاده میکنم. برش میگم اینجا دبل کوتیشن and like این ما برتان تشریح میکنم. لایک این را ما میفهم، ما بخل کار نکنیم نه. لایک سیستا لایک چی باشه؟ لایک یعنی اینجا سینگل کوتیشن میگیرین. با سینگل کوتیشن شما اینمی پرسنت ساین میگیرین. پرسنت ساین به چی معنی؟ نه پرسنتیج معنی تا پرسنتیج نه، البته پترن معنی ورکی شکل. فکر کنین اینمی جا ما میایم، اینمی جا برتان تشریح میکنم. کیوریا را که شما در اسکیول مکمل بخوانین باز بسیار آسان میشه. خود زیاد چیزها را شما خواندین، اینطور نیست ها؟ شما زیاد چیزها را خواندین فهمیدین؟ اما کرد اپریشن کی بود. لایک با چی معنی خواه؟ اگر ما تو میگم select static from یا میگم select name from records where name like چی باشه؟ ورته لکه د دې پشان صحیح. لایک دبل کوتیشن اینجا ببینید اینمی پرسنت به چی معنی ها؟ پرسنت یا پرسنت اینجا ما میگم ای میا یک نام است که در شروع از او ای میا بعد از او معلوم نیست که چی است. این به این معنی است. اول که ای را اینور معلوم نیست شاید آخر که احمد دا اکمل صحیح ده؟ هر چی شده اگر این تو باشه. اگر پیش بیاین اینجا باز برش میگم در نام های هستن که در آخرش دی میه اول معلوم نیست چی است. این به این معنی چی مشکل است؟ او را نشان نمیده. ما میگم که دی باشه او را نشان بده. ما سرچ میکنم نه؟ در سرچ خوامی گفته میشه که دی است اونا را سرچ کن. اگر دیگرها را نشان میدادیم باز خود سرچ نمیکردیم. اگر این تو باشه ام ای آله نه در اول معلوم است نه در آخر، در مابین شاید ام ای بره. این تو نام ها
د پترن معنی لري او کنه لایک به ایمان میگه لایک نوعش به شکل اینمی باشه این بخاطر زو ها دا دو حرف چې په هر نوم کې ول هغه به خی درته اور تخکاره کوي نگران نشان نمید حالا یاسر است یاسر شاید نشان نده چرا ام ای نیست ما یاسرش نشان میگیم لسرچ خودش غیر خمشه بس یاسر خمشه ببینید هدفتان چی بود اینجا چه کنم یاسر نشته کنم نه یاسر که در سرچ ما انتخاب سرچ میگیم یاسر نه باز اینجا کد که وسطش ام ای باشه انتخاب میکنه باز یاسر نشان نه ببینید چیزی تو نبود چیزی که شما فهمیدین حالی هدف کیوری نفهمیدین شما این به این معنی نیست که در آینده ما با مو شکل نشته میکنم در اینجا خودی تو نشته نمیشه در اینجا ویریبل گرفته میشه صحیح است؟ از طریق ویریبل این بخاطر مثال ما کار کردیم و تا مثال فیلد ببینین فیلد خودتان مو آیدی نیم نشته میکردین فی کلاسی نمیاره نخیر در یک زمان یک چیز سرچ میکنی شما او در فیلد است از طریق ویریبل برش گفته میشه لایک پرسنت اینجا باید چی باشه لایک پرسنت and double quotation آل کانکتینیت کنین در اینجا کانکتینیت کنین خب اونمو قیمتی که شما نشته میکنین در کجا نشته میکنین قیمت که نشته میشه در کجا نشته میشه ها در تکس فیلد در جی تکس فیلد یک نشته میشه ببینین در اینجا نشته میشه نه در اینجا اگر ما آیدی را انتخاب کردیم اینجا آیدی را ما نشته میکنم در تکس فیلد نشته میشه ما میگم سلکت کو انتخاب کو نام اف نیم کلاس فیرا ویر جای وقتی که فیلد چی باشه فیلد لایک باشه صحیح فیلدز باشه چی واری باشه با کدام شکل باشه بینمی در ویریبل هر چیزی که نوشته شده نه اونجا ما کالم انتخاب کردیم صحیح آیدی را انتخاب کردیم آیدی است وقتی که آیدی انتخاب شد در فیلد چی ذخیره میشه آیدی انتخاب میشه یک دوسه انتخاب میشه باز برش میگم اگر فیلد یعنی آیدی کدام آیدی در تیبل که آیدی است اونمو آیدی لایک به شکل چی بود به شکل اینمی چی است تکس فیلد است تکس باکس است در تکس باکس چی نشته میشه 1 2 3 4 نشته میشه فکر کنید یک نشته شد به این معنی نام نیم اف نیم کلاس و فی را انتخاب کو وقتی که زمانی که فیلد در فیلد آل یک چیز معلوم است آیدی است فکر کنید آیدی است آیدی مساوی باشه به شکل باشه به شکل چه یک باشه اونمو را برای ما سلکت مکمل ریکارد های رو برای ما سلکت حالا ما یک دوسری را نشته نمی کنم بیشتر که ما گفتم تکس فیلد در کجا ذخیره شده در کدام ویریبل ذخیره شده از قیمت تکس باکس در ویریبل سرچ ذخیره شده صحیح است ما میگم برزو میگم در فیلد ببین فیلد آیدی است در آیدی ببین عنوان آیدی طور اینمی باشه کدام آیدی باشه اینجا در سرچ برش میتونم صحیح است آلی خو یک ویریبل است نه چی است ویریبل است اینجا برش میگم سرچ کانکتینیت کوی نمیره امرا چه نمیده یک سنتکس فرق میکنه ها دبل کوتیشن باز سینگل کوتیشن ها در اینجا باز چی نوشته شما باید باید سرچ کانکتینیت شد اینجا کانکتینیت میشه باز کانکتینیت که است دبل کوتیشن بسته شد داخل دبل کوتیشن شما پرسنت میگیرین داول داخل اینی معلوم نیست درست است داخل هم سینگل کوتیشن بسته میکنین و دبل کوتیشن بسته میشه خوب است که نمیره یک دو دفعه که کار کنین این کیوری یادتان میمونه باز این داول هم معلوم نیست داخل هم معلوم نیست صحیح است داخل هم معلوم نیست شاید یک نام ما انتخاب کنیم مکمل نام یاد ندارین شما بس نوشته میکنین خان
شریط به احمد خان محمدی. بس خان کس امو ریکارد انتخاب میکنه. در اول داخل معلوم نیست برای صرف آیدی خو نیست، در این فیلد معلوم نیست چی انتخاب میکنه. صحیح است؟ آل بین نمینجا آل چی کار شما باید بعد از این نمی ریلست که به دست آورده تیبر هم مشخص میکنیم کجا؟ نشده؟ آفرین. فرام کدام تیبل بود؟ ریکاردز. آیدی هم فرام باید در کجا بیان؟ From where it is. آفرین. From records. Where. صحیح شد. یعنی سلکت کن نیما اف نیم کلاس فیرا فرام از کجا؟ از تیبل ریکاردز. وقتی که زمانی که فیلدز چی باشه؟ لایک یعنی می سرچ باشه. کم آیدی؟ آیدی لرو کنه. آیدی را نشان بتانه. یه بس آیدی را اضافه کنه. درست است؟ اس مکمل شد. در ٹیبل کے اندر عنوان ندی. یس. اول بین چی میکنیم؟ امو چیزا را که پیشتر بار اول اجرا کرده بودیم در سلکشن امو سلکت است. چی نوشته میشه؟ res dot next. یادتان آمد؟ امو next تمام چیزا باز تکرار میشن. ما چی میکنم؟ تایار کد میاریم او را باز میبینیم. درست است؟ بخاطر از این تکرار نیاز نیست. ببینیم این کد ما اضافه کردیم امو تکرار میشه اینجا. ریزلت که معلوم شد میره به روی آخری تا آخری بره تاکه تعداد روها و کالم ها رو پیدا کنه. باز مولتی دمشه اری را ساختیم میره پیش از روی اول میایه. باز آریس نکست باز سرچ شروع میکنه میره تا که ریکارد ها را بگیره در مولتی دمشه اری ذخیره کنه. امو روها و کالم ها را تکرار میکرد. باز آیدی ها را آیدی نیم اینمی عنوان انتخاب کردیم به خاطر تیبل. باز برای تیبل دو چیز ما میتونم در اینجا. یک ریکارد که ریکارد واقعی ما است معلومات واقعی ما است و یکم نام کالم ها برای نمی تیبل. برای تیبل که معلومات برش داده شد تیبل باز که صفحه باز میشه ای چی میشه؟ ریفرش میشه معلومات هم میگیره. حالا بیاین یک دفعه سرچ کنیم چک کنیم که میشه نمیشه. صحیح است؟ یعنی اینجا بیاین و اینا ما سرچ میکنیم رن فایل. بیاین اینجا برش میگم آیدی است آیدی را انتخاب کو آیدی 8 سرچ. صحیح است؟ حالا اگر نام باشه نام انتخاب میکنم میگم احمد است. این کیوری چی فایده داره خواه؟ ام سرچ میکنه تمام ام که داره. اینمی کیوری اینمی اول که پرسنت آمد داخل که آمد یعنی اول داخل معلوم نیست لیکن این چیز باشه. باز برش میگم فواد باشه. خب آل با اساس کلاس ما میگم در صنف دهم هر کسی که هستن و را سرچ کو برای ما آیدی 1 6 و 8. اگر با اساس فی باشه خب نمیایه. خب شاید نمیایه میایه یا نمیایه؟ میایه. بخاطر چی میایه؟ شاید 6000 خب برای ما خب معلوم نیست. شاید 6000 بالا تا بالا باشه باز میایه. اگر تو باشه 6000 شما نشته کردین اگر باشه 6000.5 ما خو نشته نکردیم میایه نمیایه؟ میایه یو نمیایه یو نمیایه تا نرازی باید اشاره ولی کلیش نه خواهد نه سرچ کردیم چی سرچ کم رازی اگر 6000 چند باشه چند که باشه نشان میده نمیده. پورا نشان میده چی اشاره نشان میده اشاره نشان نمیده. صحیح خاص سرچ نشان میده. چرا؟ خب باید نام واری شد نه احمد که ما ام ای نشته میکردم ما اچ نشته کردیم دی نشته کردیم داخل نه لفیس ما موتور است. ما میگم 6000 میاد دیگه برای ما معلوم نیست که بعد از او چی میاد. بعد از او برای ما معلوم نیست چرا که پترن ما دو طرف بود. اینمی سرچ تام شد. حالا آماده ده اینجا یک بتن بسازین که را کلیر کنه.
کلیر بتن چطور ساخته میشه؟ آسان است. واو ریفرش کنه که باز سر ریفرش شوی بسیار برای یک کلیری کار میکنیم. خب باز کلیر میمانه دیگه دلتان. کلیر چطور میشه؟ آسان است ها. بیاین یک بتن بسازیم به خاطر کلیر. این کلیر باشه دا اپدیت میسازیم. درست؟ اینمی اپدیت که است. ببینید که باشه و اینمی چیزا میان جی تکس فیلد یک و دو سه. این خوب نیست نه؟ گفت چی کل از خلاص کم دسیرن فایل مخی قیمتون لري دلته. دا باید کلیر شیل. دا باید کلیر بٹن یا درست است. باید چی باشه؟ کلیر باشه. بین دا دیزاین ازو میایم. دا دیزاین ازو یک بتن همی سازم با نام کلیر. btn clear. اوکی. از نام ازو تغییر میتم edit text clear. هدف دانه چې دا ختم کم. کلیر څنګه کار کوي نه کله په کار شو تاسو ولا کلیر کې کلیک شو چی شاو وای څنګه چې وی کوي چې صحیح شو یه به دیگه شکلم بودم تا که باز شو کلیر شو نه خوب معنی اترم کده میتونم بین و بسیار خوب است. باز نمی کلیر هیچ نمیوانیم. ای که باز شد یک ایونت است یا نیست؟ ای که باز شد رایت کلیک ما برش میگم که ایونت اند ویندوز تر ساخته شده ده اینجا. اینمی ایونت تان است. اینمی قراره که اینمی که باز شد بار اول چی کنه باید؟ نه کلیر نشه نه؟ چرا؟ خب باید باشه. شاید ما اپدیت کنیم. صحیح است؟ همون درست. اپدیت باز کنین چی میاد اینجا؟ این خب همون تو باز شده. اگر مستقیم باز کنین، اگر از طریق اینمی باز کنین خب باز خودش خالی میشه. معلومات میگیر از ما. اینمی انتخاب ادیت. این خب باید کلیر نکنه. در اینزرت باید باشه. در کجا باشه؟ در نیو ریکارد باید باشه. در اینمی اینجا باید کلیر شود. اپدیت خونه باید کلیر شود. خب باید معلومات با خود بگیره وقتی که باز میشه. خب اینه میره که ما باز میکنم. اینه میره ببینید از خود قیمت داره. اگر اد کلیک کنیم همون معلومات ذخیره میکنه. ما میگیم اینه باید کلیر شود. از خود قیمت گرفته. بین اینجا وقتی که باز شد درست است. در دیزاین بین ایونت از کجا کال میکنیم؟ ایونت و ویندوز اوپن که اوپن شد چه کار اجرا کنه؟ تکست فیلد دار. آفرین. نشته کنین txt1 dot set text. set کو get نکو. set text null. خلاص خالی کود. کاپی پیست بگیرین. چند تا بودن؟ 4 بود. خب صحیح است. حالا میبینیم چی میشه. خب ای که باز شد خالی است. که باز شد خالی است. حالا از این طریق بین از طریق ریکارد رایت کلیک رن فایل بین میگم انسرت خالی است. میبینین اینو بود. حالا دیگه چیز اینم اینجا ما یک ریکارد اضافه میکنم. صحیح است؟ چی باید باشه؟ زاهد است. فادرز نیم عمران است. کلاس 10 فی اینمی است. اد اینمی باز شد. زاهد خودش ریفرش شد آمد ده اینجا. اگر دیلیت میکنم باز چی میشه؟ دیلیت میشه نه؟ دیلیت هم ببین اگر ما دیلیت کنم مستقیم دیلیت میشه. از ما هیچ پرسان نمیشه. باید برای ما گفته شود که do you want to delete or not. کنفرمیشن باید شوانه تصدیق باید کنیم در اینجا. باید اگر شما چیز دیلیت میکنیم براتون میگه do you want to delete or not. صحیح برای از روی کود میکنیم.
در کجا؟ در ریکارد است نه؟ در دیزاین وقتی که بالای دلیت کلیک شد پیش از اینکه کیوری دلیت اجرا کنه برای ما چی باشه باید اینجا؟ کنفرمیشن باشه نه؟ اف اگر دلیت شوانه اف اگر بین ما برش میگم ده جی آپشن پین جی آپشن پین دار شو کنفرم بخاطر کنفرمیشن است این نل باشه ده اینجا بین صحیح است نمی یک پیام به do you want to delete اینو بوده خوب است نه این برای ما چرا برگشت میداد ببینید من چرا برگشت میتا شو بود نه شو کنفرم انتیجر برگشت میتا آفرین صحیح است این میره که برگشت میتا مامورا پس پیست میکنم در اینجا پیست انتیجر که برگشت میتا ما در یک انت او را میگیرم این مساوی با این میجی آپشن پین آله اگر در این آله ببینید صفر بخاطر یس است خواه اگر صفر برگشت داد یک بخاطر نو است دو بخاطر کنسل است صحیح صفر په معنا دی کچې دا موږ ته ریټرن کېده درې قیمتونه کېدای شي وخت کې درته ریټرن شي کله چې ته په دې باندې کلیک وکې یو دک خب دا اونجا نمیشه یک دقیقه صبر کنید اگر نه دیلیت میشه باز اگر نه بگانه دیلیتی خواه ببین آل برتان میگم اف اگر این میکیوری که دیلیت میکنه ایره در یک کندیشن میگیرم صحیح ایره در یک کندیشن میگیرم برش میگم اگر این مساوی شد بچند و صفر چی است صفر میبینیم آله اگر یس شد اینمی کار اجرا کن اگر نه بازی این کار اجرا میشه میبینیم خواه چی میشه رایت کلیک and run فایل بیاین آلی اینه میره ما انتخاب میکنیم دیلیت میشه دیلیت که کلیک میشه چی میشه جی آپشن پین میه آمد اگر یس شد صفر ریترن میشه نو یک کینسل اینه مو کینسل شد دیلیت نو نشد دیلیت نه یعنی صفر ما صفر گفتیم دیلیت شد دیلیت شد یک دو راست نمیگیره نه صفر یک دو خلاص دو خودش کنسل است معنی کنسل است ما نمیتیم که باش اینو می کلیک شو اینو تو شو نه او میگه تو بالای صفر کلیک کو یا یک کلیک کو یا دو کلیک کو اینو ما میگیم انومریشن ها انومریشن با چی معنی برای مکود نام ها داده شده برای یک یس برای صفر برای یک داده شده یک برای نو دو بخاطر ها باینری څخه اخیستې ده نه دا چې عدد ورکړي نو بیا خو دوه خو باینری نه راکنه کینسل دا همداسې ترتیب ورته ورکړی چې صفر یس یو نو او دوه کینسل اوس ښه شو ګانو ګوره اوس احمد ډیلیټوم ډیلیټ تم نه نو ما ډیلیټ صحیح ستا I think it's enough for today